وزیر به دختراش میگه که نمیدونم باید چیکار کنم و واقعا درمونده هستم. دختر شهرزاد پیشنهاد میده که پدر برای اینکه من کل کشور رو نجات بدم بیا منو به همسری شاه در بیار. من سعی میکنم یک تدبیری بیاندیشم که شاه نه منو بکشه نه هیچ دختر دیگه ای رو. باباشم اینجا بهش میگه ببین دختر خوب، نمیشه، این شاه تا حالا هزاران هزار زن رو خاک کرده و 3 سال متوالی هر شب یک زن گرفته و همه رو کشته. آخه شهرزاده طفلکی نازنین من، تو با این همه جمال و زیبایی و دانشی که داری حیف نیستی بری دست این شاه ظالم خونخوار بیفتی و بعدش هم خونه تو بریزه؟ این کار رو نکن. شهرزاد قرص و محکم به باباش میگه که ببین بابا جون، الا و بلا من میخوام زن این شاه بشم، من میدونم که باید چی کار کنم. خلاصه باباشو راضی میکنه و شب